بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما احاط به علمک. سلام خدا به وجود نازنینی که حرمتش شکسته شد، حقش غصب شد، قبرش از دیده ها مخفی است و قدرش از درک ها پنهان، چنان که امام صادق علیه السلام فرمودند فاطمه سلام الله علیها لیلة القدر است و خدای بزرگ هم فرمودند و ما ادراک ما لیلة القدر. سلام خدا به وجود نازنین حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها. سلام به همه شما عزاداران و سوگواران در شهادت بهانه آفرینش محور اصحاب کسا شفیع روز جزا خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها، هم نفسای یاد خدا. الهی که سلامت و تندرست باشید، قبول باشه همه عزاداری ها و سوگواری هاتون. تسلیت عرض میکنم با همه وجودم به محضر صاحب عزا و ماتم حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا الله الفدا و به همه شما. و از خدا میخوام که این سوگواری ها، عرض ارادت ها و محبت هامون توشه خوبی باشه برای ادامه مسیر زندگیمون، درست زندگی کردنمون، فاطمی و اهل بیتی زندگی کردنمون و در نهایت سعادت دنیا نصیبمون بشه در پناه قرآن کریم و اهل بیت به نگاه پرمهر بیبی دو عالم حضرت زهرا سلام الله علیها. با افتخار در این برنامه هم خدمت شما هستیم و انشاءالله خدمت استاد عزیزم و جای هدایت بعد از اینکه زلف دلی گره زدیم به محضر مقدسه و مطهره حضرت فاضله زکیه راضیه مرضیه. بسم الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با اجازه شما من سلام و خیر مقدم عرض بکنم خدمت آقای هدایت عزیز که قدم به چشم من گذاشتن. آقا سلام علیکم و رحمت الله. عرض تسلیت قبول باشه، از داریاتون خوش آمد. سلام خدمت شما آقای قوامی عزیز. مخلصم. سلام خدمت همه بینندگان عزیزم، عزاداریاتون قبول باشه. چقدر افتخار میکنیم بچهای حضرت زهرا سلام الله علیها هستیم و چقدر زیباست که امام صادق علیه السلام فرمودن ان شیعتنا تربیهم الفاطمه، به این مضمون حضرت زهرا سلام الله علیها ان اطفال شیعتنا، فرزندان شیعیان ما رو حضرت زهرا سلام الله علیها تربیت میکنن. انشاءالله تو این ایام مزد عزاداری همون باشه که بگیم مادر تربیت ما رو بر عهده بگیر انشاءالله. چی از این بهتر، خانومی که امام حسن تربیت میکنه، امام حسین تربیت میکنه، زینبین تربیت میکنه، اگه عهدهدار تربیت ما بشن چه شود؟ انشالله که این دعاتون در حق هممون مستجاب بشه، دستمون رو بگیرن. عرضم حضورتون که گفت چادرت را بتکان، روزی ما را بفرست، ای که روزی دو عالم هم از چادر توست. مهمترین چیزی هم که میخوایم از خود وجود نازنین حضرت پیروزی جبهه مقاومت. آره. انشالله انتقام خون این بچه ها و مظلومینی که تو این مدت واقعا زیر بار ظلم این دشمنان حضرت زهرا سلام الله علیها قرار گرفتن و انشالله شکن بشه مجموعه این ظلم ها به دعای حضرت انشاءالله. الهی آمین. خب یه جمله از شما جلسه قبل شنیدم برام جالب بود، تأکیدتون این بود که خیلی وقتا ما وقتی میخوایم از حضرت بگیم و بشنویم، مثلا از عبادتشون میگیم، از شوهرداریشون میگیم، از مادران زیستنشون میگیم، تربیت هایی که داشتن برای فرزندانشون و اینها، و حالا یا اون بخش دفاع از اهل بیت و دفاع از ولایت و اینها، فرمودیم که بیاییم از عبادت های اجتماعی حضرت حرف بزنیم. اگه صلاح دونستیم تو این برنامه یه ذره اینجا مکس کنیم، بیشتر تبیین کنیم. ما موضوع برنامه بحثمون زیارتنامه حضرت زهرا سلام الله علیها بود. امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک، که ما گفتیم این قبل ان یخلقک، این امتحان الهی چی بود؟ خداوند متعال توی قرآن میفرماید که از همه انبیا
و اذ اخذ الله میثاق النبیین چی؟ لتؤمنن به و لتنصرنه. ما از همه انبیا این میثاق رو گرفتیم که نصرت بکنن، ایمان بیارن و نصرت بکنن. تو روایت داره یعنی امیرالمؤمنین. یعنی همه انبیا، همه برنامه‌هایی که داشتن نصرت وصی آخرین پیغمبر بود. یعنی قراره که این تمدن بعد از پیغمبر اکرم یه تمدن جهانی بشه و همه انبیا قراره این کار رو انجام بدن. محور این نصرت، محور این یاری، امتحانش و قبول مسئولیتش مال حضرت زهرا سلام الله علیها است که گفتیم تو تمام مدت عمرشون این کار رو انجام دادن، خودشون امامشون رو یاری کردن و همه مردم رو به این سمت کشوندن با گریه هاشون، با خطبه هاشون، با همه زندگیشون. گفتم تربیت از زهرا سلام الله علیها یه تربیت فردی برای 2 تا بچهای خودشون، 5 تا بچهای خودشون نیستش. اون یه تربیت اجتماعیه. یعنی امام حسنی رو تربیت میکنن که قرار امام جامعه بشه. یک خطبه رو میخونن که این خطبه یک تاریخ رو تربیت میکنه. این عبادت اجتماعی که گفتم منظور اینه. یعنی ما اگر بتونیم امام زمانمون رو بشناسیم، اماممون رو یاری بکنیم، اماممون رو نصرت بکنیم، خدا رو یاری کردیم. فلما احس عیسی منهم الکفر قال من انصاری الی الله قال الحواریون نحن انصار الله. حواریون حضرت عیسی رو یاری کردن اما شدن انصار الله. این میشه عبادت اجتماعی. درست شد؟ همینطوره. حالا بعضی از مصادیق این یاری حضرت زهرا سلام الله علیها نسبت به امامشون رو من براتون سریع بگم که این در واقع همون امتحان حضرت زهرا سلام الله علیها بود. این همون عبادت اجتماعی بود. خطبه فدک. این خطبه فدک رو من معرفی بکنم. این سند تربیت شیعه است. این سند جبهه مقاومت. خطبه فدک سندی که از زهرا سلام الله علیها برای ما به یادگار گذاشتند. راوی خطبه فدک حضرت زینب سلام الله علیها است. وقتی به مادرم رسید که فدک غصب شد، مادرم نه برای فدک بلکه برای نجات امت از دست ظالمین رفتن توی مسجد و خطبه ای رو خوندن. لاست خمارها علی رأسها و اشتملت به جلبابها تتع دیولها ما تخرم مشیتها مشیت رسول الله و اقبلت فی لمت من نساء قومها و حفدتها. خطبه با این شروع میشه که مادرم چادر سر کرد. بعضیا میان به ما میگن که آقا چادر رو شما از خودتون ساختین. نه آقا این تو خطبه فدک اومده. مادرم چادر سر کرد. جلباب همون چادره. مقنعه رو به خودش پیچید و این چادر جوری بلند بود که قدمهای مادرم پیدا نشه. همراه یک سری از خانمها وارد مسجد شد. رو در رو با مردان صحبت نکرد. پرده ای کشید. پشت پرده ناله ای زد برای اینکه توجه ها جلب بشه، مردم دلها آماده این تربیت بشه. بعد خطبه رو با حمد الهی و شکر الهی شروع کرد. خیلی درس داره. خطبه فدک خودش چیه؟ وسیله الحاق مردم. الحقتنا، ما رو ملحق بکن به اماممون. وسیله الحاق مردم به امام میشه خطبه فدک. دیگه چی کار کردن حضرت زهرا سلام الله علیها؟ حالا کلماتی که تو خطبه فدک هست خیلی مفصل ازش میگذرم. خطبه ایادت. میدونین حضرت زهرا دیگه توی بستر شهادت بودند. عده‌ای از خانم‌ها از طرف شوهرهاشون اومدن ایادت حضرت زهرا سلام الله علیها. اولی که سوال کردن خانم حالتون چطوره، حضرت زهرا سلام الله علیها گلایه کردن از مردان سست عنصر. فرمودن من از همسراتون گله دارم، چرا هم علی رو یاری نکردید؟ بعد حضرت فرمودن تالله لو مالوا عن المحجة الله، به خدا قسم اجمالش اینه اگر علی رو یاری میکردید این مشکلات رو نداشتید. همه گرفتاری های شما، اون بیماری که الان تو جامعه پیغمبری ایجاد شده، ظهر فیکم حسیکة النفاق، نفاق تو جامعه پیغمبر سرباز کرده به خاطر اینکه علی رو تنها گذاشتید، امامتون تنها گذاشتید. این حرفا یه شخصی بیماره، بعد زنان میان عیادتش احوال پرسی بکنه، نمیگه. آره از این فرصت هم نهایت استفاده رو میکنه، بلافاصله شروع میکنه برای دفاع از ولایت، تلنگر، یادآوری. این اینجا نگه داره. میگه سلام میدونین یه فاصله بگیریم با اجازه شما، یه زلف دلگره بزنیم و برگردیم تربین
مضامین بعدی با شما بشه. بسم الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. زنان آمدن به عیادت حضرت زهرا سلام الله علیها تو این فاصله 75 یا 95 روز، اما اولین فرمایشی که حضرت به اونها داشتن این بود که اونها رو متوجه کمکاری همسرانشون کردن در دفاع از ولایت. بسم الله. ام سلمه همسر پیغمبر اکرم که واقعا دلسوز بود نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها، امام حسن امام حسین، اومد عیادت حضرت زهرا سلام الله علیها. دخترم حالت چطوره؟ بلا فاصله فقالت لها کیف اصبحت عن لیلتک، چجوری گذروندی شب رو؟ حضرت زهرا فرمودن اصبحت بین کمد و کرب فقد النبی و ظلم الوصی. مشکل من اینه پیغمبر از دست رفت، به جانشین پیغمبر نهایت ظلمو دارم میکنن. زردی صورتم به خاطر کتک نیست، به خاطر مظلومیت امامم هست. فقد نبی بعد و ظلم الوصی، ظلم الوصی، وصی جانشین پیغمبر اکرم امیرالمؤمنین علی علیه السلام. خود از زهرا سلام الله علیها در جاهای مختلف می اومدن از امیرالمؤمنین تعریف میکردن تا مردم به امیرالمؤمنین گرایش پیدا بکنن. یه جایی فرمودن تو اون اوج معصومیت از زهرا تو کوچه بنی هاشم، از زهرا سلام الله علیها از خودشون نگفتن، فرمودن یا سلمان یریدون قتل علیه، اینا میخوان علی من رو بکشن و من نسبت به علی صبر نمیتونم بکنم. نگفتن خودشون، گفتن علی من. این تو جاهای مختلف هست، من از این میگذرم. خب ما الان یاد گرفتیم که حضرت زهرا سلام الله علیها واسطه رسیدن ما به اماممون هست، اما شرطش چیه؟ چجوری حضرت زهرا سلام الله علیها ما رو به امام میرسونن؟ که گفتیم عبارت زیارتنامه این هستش که خانم جان شما ما رو فانا نسألک ان کنا صدقناک الا الحقتنا به تصدیقنا لهما بالبشری. اگر ما تو رو تصدیق کردیم و زعمنا انا لک اولیا، اگر ما ولایت تو رو پذیرفتیم و تو رو تصدیق کردیم، تو ما رو ملحق بکن به اماممون. پس شرط این الحاق، شرط رسیدن به امام به واسطه دست مبارک حضرت زهرا سلام الله علیها دو تا چیزه: یک ولایت، دو تصدیق. من این دو تا مورد رو سریع توضیح بدم دیگه عرضم تمام. ببینید ولایت به معنای شدت اتصاله. ما میخوایم بگیم خانم ما به شما متصل میشیم، ما از شما جدا نمیشیم، شما ما رو به امام برسون. این اتصال معناش اینه، یعنی ما دستمون رو از دامن شما جدا نمیکنیم. ببینید عزیزان من میدونم شاید یه نفر گناه بکنه، ولی گناه کسی که دستش تو دامن حضرت زهراست، گناهش با اون شخصی که جدا کرده خودشو اینه. بچه‌های حضرت زهرا از گناه لذت نمیبرن، با گناه انس نمیگیرن. هر جا میخواد بیفته تو وادی انحراف میگه مادر دارم، مادرم صراطش چی بود، مسیرش چی بود، مادرم تو هر فضایی که بود به امام خودشو متصل میکرد، منم باید این کارو بکنم. آیا امام الان از من راضیه که اینجا باشم، تو این مجلس باشم، تو این فضا باشم، دل ببندم به دشمنم، دل ببندم به باطل؟ یه جا شما از من بگید که از زهرا ذره گرایش پیدا کردن به دشمنان اهل بیت، به دشمنان امیرالمؤمنین. متوجه شدید؟ غیر از اینکه تو خطبه فدک فقط اومدن گفتن که چرا شما به علی من ظلم میکنید، فریاد زدن که شما کتاب خدا رو پشت سر انداختید، فقط تبیینگری دارن میکنن، هیچ چیزی دیگه تو سیره نیستش. پس بنابراین ولایت کارش اینه ما رو تو هر فضایی هستیم میکشونه به سمت اون مسیر صراط مستقیم که امیرالمؤمنین باشه. کلمه تصدیق به معنای رضایت نسبت به اون امامیه که ولایتشو داریم، رضایت نسبت به حضرت زهرایی که ما قراره ولایتشو داشته باشیم. ببین مثلا محمد ابن حنفیه همراه امام حسین بود اما تصدیقش نکرد. کجا تصدیقش نکرد؟ اونجایی که امام حسین علیه السلام میخواد بره کربلا شروع کرد ایراد گرفتن. تصدیق یعنی ایراد نگیر. ببین حضرت موسی خضر رو همراهی کرد اما نتونست تصدیق بکنه. اونجایی که حضرت خضر فلان عمل رو انجام داد، کشتی رو سوراخ کرد یا اون
شخص رو کشت یا اون دیوار رو درست کرد، حضرت موسی ایراد گرفت، تصدیق نکرد، نگفت تو هر کاری بکنی اون کار حقه، تو محور حق. آره. ببین محمد ابن حنفیه، عبدالله ابن عمر، نمیدونم ابن عباس نیومدن به امام حسین بگن آقا تو محور حق، یعنی تأیید اون کار برکت کاملا. ببین حضرت زهرا میگه علی مع الحق و الحق مع علی، هر کاری علی انجام بده همون حقه. حضرت زهرا این صدیقتون شهیده یعنی چی؟ یعنی امام رو تصدیق کرد، امام رو باور کرد، در برابر دشمن امام ایستاد. ما هم اگر قراره، ببین اگر تو این زیارتنامه میگیم که ان کنا صدقناک، ما اگر تو رو تصدیق کردیم تو رو به امام برسون. یعنی ما اگر بیاییم عین حضرت زهرا همه رفتار حضرت زهرا رو باور بکنیم و بگیم این درسته، تو رو خدا دیگه الان قر نزنه کسی نسبت به اینکه آقا حالا حجاب مال اون زمان بود دیگه الان مال الان نیست. دیگه الان کسی نیاد بگه که آقا چه لزومی داره که مثلا فرض بگی آدم اینقدر خوش برای امام بکشه. خب خانم حالا شما یه مدت سکوت میکردی، زندگیتون میکردی، حالا آینده درست میشد. این موضوع خیلی مهمه. ببین حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از پیغمبر اکرم کلا یا 75 روز یا 95 روز زنده بود. تمام این مدت فقط دارن میسوزن به خاطر امیرالمومنین، هیچ مشکلی دیگه ندارن. با اینکه توی مشکلات اقتصادی اون جامعه بوده، هزار تا مشکل دیگه بوده، درد و رنج‌های خودشون بوده، از دست دادن پیغمبر اکرم بوده، اما اون چیزی که بیشتر درد حضرت زهرا سلام الله علیها ظلمیه که داره به امامش میشه و دفاع از امامشه، مقاومت تو این جبهه است. و اگر دادخواهی هم میشه، اگر مطالبه هم میشه درباره فدک، به واسطه این هست که اون فدک قرار پشتوانه مالی از ولایت بکنه. ببینید یه دونه سیب فدک تو خونه از زهرا نمیره. هرچه ثمره اقتصادی فدکه برای حزب و یار درست کردن امیرالمومنینه. برای اینکه امیرالمومنین وقتی به حاکمیت میرسه پشتوانه اقتصادی حکومت میشه باغ فدک. لذا من میخوام بگم که تصدیق بکنیم رفتار حضرت زهرا رو و کامل این بسته رو همه رو با هم بپذیریم. عبادت حضرت زهرا، خانه‌داری حضرت زهرا، تربیت فرزند حضرت زهرا با محوریت دفاع از امام. فعالیت‌های سیاسی حضرت زهرا همون دیگه با محوریت دفاع از امام، یعنی همه اینها سیاسیه. خطبه خواندنشون، بیرون رفتنشون، همه سیاسیه. حضرت زهرا سلام الله علیها اگه کسی اینا رو بیاد یه ذره مکاشفه کنه، یه ذره کنکاش کنه، این حرف که دین از سیاست جدازه یه چیز خنده‌داریه. سیاست، معنای اصلی سیاست یعنی این که قبول امر امام جامع تمام و یاری امام جامع. سیاست به این معناست. خب این ایام شام قریبانه. من یه جمله میخوام بگم بعد از حضرت زهرا سلام الله علیها دیگه میدونی حضرت زهرا شب غسل کردن. اوج مظلومیت امیرالمومنین از این لحظات شروع میشه. آخرین گریه‌های حضرت زهرا سلام الله علیها گریه بر مظلومیت امیرالمومنین بود. داشتن گریه میکردن ما یبکی که یا سیدتی، خانم جان چرا گریه میکنی؟ حضرت فرمودن ابکی لما تلق من بعد یا ابوالحسن، علی جان به خاطر اون دردایی که بعد از من میکشی. تو روایت داره امیرالمومنین علی علیه السلام با دستشون خاک رو کنار میزدن، با چاه صحبت میکردن، با یه گودالی میکندن صحبت میکردن. میثم گفتش که آقا چرا انقدر با اینجا صحبت میکنی، با ما صحبت بکن. حضرت فرمودن که با دستم میکنن. و فی الصدر لبانات اذا ضاق لها صدری، تو قلب من دردهایی هست، درد خودم رو با زمین میگم. داره عمار نقل میکنه، میگه که بعد از فاطمه زهرا دیگه کمتر ما امیرالمومنین میدیدیم. لا یخرج الا للصلاح و زیارت قبر رسول الله. فقط برای امر مهمی حضرت بیرون می اومدن یه مدتی و برای زیارت قبر پیغمبر اکرم. میگه که دلم برای علی تنگ شد، رفتم خانه امیرالمومنین، دیدم حضرت نشستن و الحسن عن یمینه و الحسین عن یساره، امام حسن سمت راست، امام حسین سمت چپ. دیدین بچه ها وقتی که میبینن پدر اینقدر عزا داره هوای پدر رو دارن.
بچه‌ها تا من رو دیدن گفتن عمار مادرمون رفت، چون یکی از راویان حضرت زهرا سلام الله علیها عماره. عمار میگه شروع کردم گریه کردن، من گریه میکردم، بچه‌ها گریه میکردن، امیرالمؤمنین ما رو تماشا میکرد. لا اله الا الله. میرفت کنار بقی می ایستاد، نفسی علی ظفراتها محبوسه یا لیتها خرجت مع الظفراتی. جان من به جان همسرم زهرا گره خورده بود، ای کاش با جان حضرت زهرا جان علی هم میرفت. خدا قبول بکنه از همه شما و کارشناسان عزیزمون تو این دسته ویژه‌ای که تقدیم کردیم به محضر حضرت زهرا. خود بیبی دو عالم آقای امام زمان از همون پذیرفته باشن. خدا به شما خیر بده، سلامت باشه. اجرتون با حضرت ام الائمه. عوامل ندارین؟ آیا علی التماس دعا داریم، ما محتاج. با این آرزویی که داشتم و انشالله که شما هم از ما پذیرفته باشین این عرض ادب رو، میخوام یک جمله و عبارت نورانی از حضرت زهرا سلام الله علیها رو زینت بخش انتهای این بسته قرار بدم. ایشان فرمودن هر کس امام علی را در دوران حیاتش و در دوران مماتش دوست داشته باشد و از دنیا برود، شهید از دنیا رفته. یک جمله بود ورد لب حضرت زهرا: من مات علی حب علی مات شهیدا. یا زهرا خداحافظ.